بنده اعلام کردم که سختکشی شغل نیست، اما ما چه کار بکنیم که دیگه شغلای وجود نداره، مردم میگن چه کار بکنیم، لحاظا باید با مردم مدارا بشه و دستور تیر. من اطلاعی ندارم از این که دستور باشه، ولی شنیدم و من درخواستم اینه که هرچه سریعتر این مسئله حل بشه و به هر حال اجازه داده نشود مسئولین امر که کسی که سوختش هم سوی اون تیر اندازی بشه. و من به این عزیزان سوختکش تسلی میدم انشاءالله و خواهانم از نمایندگان مجلس هم که بشینن با مسئولان استان و مسئله سوختکشی را از راه معقول حل بکنن. بالاخره سوختکش که وقت سوخت میکشه با توجه به اینجا شغل و کاری نیست، مردم بیکارن، اگر اینجا از کارگاه و کارخانه و بالاخره کشاورزی و دامداری کافی نیست و لحاظا اینجا ایجاد کار به اون صورت نشده است. اگر این هر ما از شغلها جلو بگیریم، همه شغلها این برخلاف مصلحت حاکمیت و برخلاف مصلحت مردم استانه و برخلاف مصلحت و امنیت ما هست. روی